دیت اول پسر چی کار کنه کنسله؟ خیلی کاره، ولی خب بیشترینش اینه که خیلی منم میکنن. خب میفهمیم ما به روش نمیریم. دستاش مو داشته باشه، صورتش، سیبیلش. آره. چی برعکس؟ خیلی خوشت میاد و خیلی دلت رو میبره. تا حالا خاطری داشتی که طرف کنسل بشه برات؟ اونقدر وارد جزئیات نمیشم، ولی لباسم یکم باز بود. بچه سلام، اسمتون چیه؟ سلام، من مهبام هستم. منم آتنا. خب بچه همین در حال صحبت کردن میتونید به خوردن آشتون ادامه بدید. خب نوشه جون، بچه تو دیت اول پسر چی کار کنه کنسله؟ ببین، یکی این که خیلی منم میکنن. نکن، خواهش میکنن. خب میفهمیم ما به خدا. دروغا رو میفهمید؟ اصلا میفهمیم، به روش نمیاریم. لوده بازی هم از خودش در بیار، به نظر من کنسله. است که بعضیاشون با مزن، ولی لوده بیشتر هست سنگین رنگین افتاده. خب الان بالاخره سنگین و رنگین باشیم یا لوده باشیم؟ نه لوده نباش، با مزه باش. لوسه با مزه. چه فرقی داره این دو تا میتونم بدونم؟ فکر میکنن خیلی بامزن یا خیلی کولن. دیت اول که نمیخواد که بامزه بازی در بیاری از خودت، همین که راحت باشه کافیه. فرندلی باشه. آره. خیلی هم دیگه فرندلی نباشه. نه خیلی هم غلط میکنه. نداریم از این چیزا اینجا. سلام، اسمت چیه؟ سلام، من عسلم. عسل، دیت اول پسر چی کار کنه کنسله؟ اینکه ابتدایی ترین چیزا رو نتونه رعایت کنه. مثلا اینکه وارد یه جایی میشی اصلا حواسش نباشه که تو اول وارد چی، یا مثلا موقع سفارش دادن حواسش نباشه که تو اول باید منو رو نگاه کنی، یا اینکه شروع کنه مثلا بیادب شدن و مثلا این لفظای ناموسن و اینا استفاده کنه. من به شخص خوشم نمیاد، برای من کنسل میشه. به نظر من که ادب نداشته باشه، اون شعور اولیه نداشته باشه، کنسل. چی برعکس به نظرت؟ خیلی خوشت میاد و خیلی دلت رو میبره؟ اینکه خیلی با احترام با آدم صحبت کنه. مثلا همون دیت اول شروع نکنه به تو گفتن، صمیمی نباشه با آدم. یعنی خب دیت اول دیگه، نه شما منو میشناسی نه من شما رو میشناسم، بهتره که اون حرمت و ادب و احترام زر رعایت شه. تا حالا خاطری چیزی داشتی از دیت داغون؟ نه نداشتی؟ نه، خداش نگمش خوب پیش رفته. خداش. میخوام ازتون بپرسم که دختر تو دیت اول چی کار کنه کنسله؟ ببین، بیشترین حالت مواقع اینه که راجع به اکساش صحبت کنه یا مثلا هی پسرای دیگر رو نگاه کنه و راجع بهشون صحبت کنه. رو مخه واقعا رو مخترین چیز ممکن میتونه این باشه. نظر من اگه ای بره تو گوشیش، ای گوشیشو نگاه کنه، دینگ دینگ پیام بیاد واسش و هی نگاه کنه، ای سرشو بندازه تو گوشی، این رو مخ خدایی. ولی قبول دارید خدایی پسرا کلا زیاد کنسل نیستن، چون پسر زیاد حق انتخاب نداره دیگه. دختر است زیاد حق انتخاب. یادو برمی‌دارید تموم شد. خاطره چیزی دارید که کنسل شده باشه براتون؟ آره حقیقتا یارو رفتن سر دیت اول، مثل عکساش نبود حقیقتا. همون شد که پشیمون شدم، سعی کردم بپیچونم. اینم میشه تو دیت اول گفتا که مثل عکساش نباشه کنسل. اینا عکساش نباشه. چیکار که میکنن دیگه، ما رو گول میزنن. سلام، اسمت چیه؟ سلام، یگانه چند سالته؟ زیاد مهم نیست، 18. سال بعد میشم 18. سال بعد میشه 18 سالم. خب بچه هنوز. یگانه دیت اول پسر چی کار کنه کنسله؟ خیلی کاره، ولی خب بیشترینش اینه که خب اگه خسیس باشه یا اگه حول بازی در بیاره واقعا کنسله. منظور از حول بازی چیه؟ هی یه طوری نگاه کنه، یه طور چندش آوری، هی نمیدونم از حدش بگذره و یا خیلی مثلا خیلی بد نگاه کنه، میگم اینطور داستانا. هیچی از حدش بگذره. من چجوری بگم؟ نه دستشو خیلی مثلا به چرخونه و حول باشه دیگه، حول باشه کنسله. تا حالا خاطری داشتی که طرف کنسل بشه برات؟ آره، رفتم دیت اول برگشتم کنسل بود. میدونم چجوری شد، داستانشو تعریف کن. اونقدر وارد جزئیات نمیشم، ولی لباسم یکم باز بود. خب بعد خیلی نگاه میکرد، بعد دیگه فقط نگاه کرد بنده خدا. بعد نگاه میکرد، نگاه عادی نمیکرد که. نگاه عادی چیه؟ نگاه بد چیه؟ نگاه عادی مثلا نگاه بد مثلا اینجوری. دیت اول دختره چی کار کنه کنسله؟ ببین، من روی مو خیلی حساسم. خب دیت اول من دختره مثلا ببینم پشمالوه یا مو داره کنسله. هیچی مو داره؟
یعنی دستاش مو داشته باشه، صورتش، سیبیلش، آره مو اینا ببینم. برای همه پسر کنسلی. آره. ببین فیسش باید خوشم بیاد دیگه. تیپش خوب باشه، فیسش خوب باشه. اینا خوب نباشه خب تو قرار اول تو دیت اول کنسل. یه سری مثلا گفتن که اگه مثلا بگه ماشین داری کنسله. ماشین چیه؟ آره. دنبال مادیجات و ایناست. بگه درآمدت چقدره؟ آره. اونم شاید برای من کنسل بشه. شاید. بالاخره حق داره شاید بپرسه. حالا چی برعکس چی کار کنه خیلی اوکیه برات؟ بریم کافه حساب کنه. این نشون میده که اصلا دنبال مادیجات و اینا نیستش و اوکی. حالا تو قبول میکنی اون حساب کنه؟ مسلما نه. نمیدونم چرا جدیدن تو ویدیوهای من همش تصادف میشه. هر کسی رو ببینن سمتش برن خیلی آدم ها غیر اعتمادیه. نایس. بعدم کوبون. اوه دخترم بود وای. خب بریم ادامه ویدیو. چی کار کنه خیلی اوکیه، یعنی دیگه دلتو میبره. با ادب باشه، با شخصیت باشه. مثلا دوستان مثلا توی چند ماه اول یکم مثلا به جای اینکه بگه تو بگه شما مثلا چند ماه اول نه ببخشید عذر میخوام مثلا تا یه هفته اول بعد یکم چیز باشه، یکم چی بهش میگن متین آقا آفرین، جلف نباشه، یکم سنگین باشه. بعد از این آدیداس سازی 3 خط کتونی فیروزه یا اینا اصلا نپوشه. زرنگ زدیکس کیه از اونا؟ زدیکس 8000 داریم. چه نوع استایلی دوست داری خودت؟ اسکینی که اصلا نپوشن، شلوار مام استایل و یا کتونی جمع جوره خوشگل و بعد لباس جذاب اینا هم نپوشن، موهاشون هم جل نزنن. نه دیگه بچه‌ها اینا که گفت دقیقاً همینا که گفت واقعا دیگه خزه. شلوار اسکینی واقعا دیگه خزه. داره ترند میشه. چی؟ اسکینی باز داره ترند میشه یا اول؟ بچه‌ها دخترها تو دیت اول چیکار کنه کنسل کلا؟ به نظر من راجع به اکسش حرف بزنه یا تجربه‌اش از دیتای قبلیش بگه، مقایسه کنه. حتی به نظر من بیاد خیلی مثلا سوالایی بپرسه راجع به اون پول و سرمایه و اینا. به نظرم این خیلی دنبال پولت باشه. آره فقط مثلا تو ذهنش پول و کش و آره دقیقاً. خیلی راجع به خودش حرف بزنه، نه خود چیزی از تو بدونه یا فقط موضوع خودش باشه. بچه حالا چی برعکس؟ چی خیلی اوکیه؟ که توجه کنه به حرفات، به نظرم واقعا اهمیت بده، مهم باشه براش و بخواد بشناستت. کنه اینکه سختید. نه اون شما بلد جدن چتونه؟ بلد نیستیم. نه بلد نیستیم. بلد آدمای بلدی. اگه ما سخت بودیم همون دیت اولم نمی اومدیم باهاتون. ولی دیت اولم نمیایید، به زور میبریمتون. سوال بعد. خیلی آشتون داره سرد میشه. دیگه چیکار کنم ما؟ بچه دمتون گرم تو ویدیو بودید. اگه اوکی ویدیوتون من ناراحت میشم. لایک کنید حتما. لایک کنید بچه، لایکشون. همه چی که کنسل نباشین. پسره که لایک و کامنت نمیکنن کنسلن. آره. دمتون گرم بچه. اگه اوکی ویدیوتون پخشه یه لایک تو دوربین نشون میدید.